روی خط تماس با جناب مولوی محمد محمدی آمر تلویزیون ملی بلخ هستیم. ببینیم که چی گفتنی داره در رابطه به آمادگی هایی که برای تظاهراتی که در بلخ انجام میشه با حمایت از فلسطین. ببینیم چی گفتنی داره و چی آمادگی ها گرفته شده. جناب مولوی صاحب سلام بر شما و خسته نباشین. صبحتان قشنگ. علیکم السلام و رحمت الله. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر و عزت باشین. ان شاء الله که روزگارتان بخیر بگذره. از آمادگی های عزیزایی که در بلخ هستن برای ما بگوین. سلام و درود خدمت شما و از طریق شما به تمام شنوندگان و بینندگان برنامه سلام صبح بخیر دارم. قبل از اینکه به برنامه ها و آمادگی های ولایت بلخ بپردازم، حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی را که بر بالای مردم مظلوم فلسطین بی‌رحمانه انجام می‌دهد به شدیدترین الفاظ تقبیح می‌کنم. جناب بزرگوار در ولایت بلخ به منظور ابراز همدردی با مردم فلسطین و محکوم کردن ظلم جاری در غزه در سطح مرکز و ولسوالی های ولایت بلخ ختم قرآن کریم، دعاهای جمعی و بعد از ادای نماز جمعه اجتماعات اعتراضیه در نقاط مهم شهر مزار شریف را اندازی میشه انشاءالله. خیلی خوب. در کدام نقاط را تعیین کردن به خاطر تظاهرات؟ این نقطه ها معلوم است به مردم اعلام شده یا خیر؟ بله، نقاط مهمی که در شهر مزار شریف به خاطر اعتراض مشخص شده، یکی در قلب مزار شریف مسجد جامع روضه مبارک است. خیلی خوب. که در اینجا موقعیت داره و مکان دیگری کارته آریانا مسجد جامع حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه و مکان سوم مسجد جامع امام بخاری کارته ظهیرالدین فاریابی و چهارمین مکان مسجد جامع سلطانیه که مربوط اهل تشیع میشه و پنجم مسجد جامع خواجه ابو نصر پارسا مربوط ولسوالی بلخ. خیلی خوب. مردم چه پیشنهادات داشتند؟ دیدگاه مردم در قبال تظاهرات امروز چگونه است؟ مردم از نظام امارت اسلامی افغانستان بسیار خوشنود هستند در قبال اینکه ابراز همدردی با مردم فلسطین کردن، از این اجتماعات اعتراضیه حمایت کردن. دیروز کارمندان رادیو تلویزیون ملی بلخ نظریات مردم را در این باره سوال کردن، ازشان پرسان کردن. اونا آمادگی کامل داشتن و ابراز همدردی میکردن و در حق مردم فلسطین دعای خیر میکنن. بسیار خوب. از آمادگی های خودتان همچنان یاد کنین. چی آمادگی ها دارین؟ تلویزیون ملی بلخ چی آمادگی ها داره؟ آیا برای پوششش برنامه دارین یا خیر؟ بله، همکارای رادیو تلویزیون ملی بلخ هم بخش رادیو و هم بخش نشرات همگیشان در مقر رادیو تلویزیون ملی بلخ فعلا حضور داره. انشاءالله ما تیما را هماهنگ کردیم و محلاتی که اجتماعات بزرگ مردم ولایت بلخ است و در اینجا انشاءالله اعزام میکنیم و رسما پوششی خبری میده انشاءالله. خیلی خوب. زمان دقیق آغاز تظاهرات در بلخ معلوم شده؟ زمان دقیق که اعلان شده ساعت 12 قبل از ظهر می باشه که تا ساعت 1 سخنرانی ها می باشه توسط علمای کرام و شیوخ اعظام و متصلا بعد از ادای نماز جمعه و اینا که به سرکا می برایند و راهپیمایی میکنند. بسیار خوب. خیلی سپاسگزار هستم. تشکر جناب محمدی صاحب از معلوماتی که ارائه کردین. به امید آزادی فلسطین عزیز. سپاسمند هستم. سلامت و موفق باشین. همچنان سلامت باشین.